شد جونکم شد گیره نکن فوتی گیره نکن جونکم حاضر دادت میآید گیره نکن. نمیفهمم که چرا تلفنش رو نمیبردارد. او هم وقتی گم شدنش رو یافت. با پلیس زنگ زدیم چی؟ آنها گفتن که با پلیس زنگ نزنید. اصلا من بهترش با یکی زنگ میزنیم. شد بس کن. حاضر پدرت میآید. بس. خدایا من این تلفن رو کجا موندم؟ حاضر در دستم بود. خدایا توبه. دستانت را بردار. بردار. به طرف من. گرد گفتم. گرد. در دستت چی است؟ سیب میخورید. بین چه سیب سرخ؟ تو کی هستی؟ هیچ نفری هستم به حال خدا وارم. با دقت باش شیطان وسوسه میکنه. مهم نیست که کی وسوسه میکند. اینجا انگشتی من است. مهم همین است. تلفن از زنگ میزند. میفهمم. شنیدم. باورم نمیآید. تلفنش رو خاموش کرد. خاموش کرد؟ یکون کار داشته گشت. یعنی چی کار دارد؟ به خانه‌اش زده در آمدند. همه رو تو پریشان کردن. آن کس کار داشتن. ملکه خانم آرام باشید. بین هم فاتح ترسیده است. آرام نمیشوم. اگر آنها فاتح را میبردن چی؟ آرام باش بچه آرام باش. حاضر پدرت میآید. آرام باش بچه. چرا تلفنش رو نمیبردارد؟ این آدم در کجا میگردد؟ اینجا چیکار میکنی؟ سلاحت رو گیر گرزنان میکنیم. از کسی میترسیده باشی آن من نیستم. من از کسی نمیترسم. معلوم است. برای همین سلاح کشیدی. هر چی شدنش ممکن. احتیاط البته خوب است. با مزه بود است. سیب سرخ. همین خیل سرود هم هست به فکرم. در کجای شنیده بودم؟ بله. سرود اطراف هدف، اطراف ارمان. باره شنیده ای؟ لیکن تو با آدمان بی خانه و بی پناه مانند نیستی. من با کی هم صحبت میشم؟ من آدمی هستم به حال خدا وارم. به من دقت نده. تو کی به اینجا آمدی؟ من در همین جا تولد شدم و احتمال همین جا بمیرم. مالش با تو برای کار. ای حافظ. ای حافظ یک دقیقه. لبای در اینجا پیشتر کی میزیست؟ پیشتر در دشت یک پیرزن بود. او هم مرده رفت. پس اون نفر می در آمد و می برآمد. آنها کی بودن؟ به یاد داری؟ نمیشناسم و نمیدانم.
لیکن معلوم بود که کارهای پنهانی میکردن. باز اکا گفتنی یک کلانی با خود داشتن. خب آن کس چی نام داشت؟ با یادم نمیآید. ایست مرد بود. مرد؟ نام آن کس مرد بود؟ نه، مقصد سخنم مرد بریم بود. گفتنی هستم که مرد بریم بود. فهمیدم. چرا پرسیدی؟ هیچ، هم تو پرسیدم. خانه زیبا چی تاریخ و اسراری داشته باشد؟ لبای ملیکا، یکی در کجایی؟ تلفن رو نمیبرداری. آن آدم ها باز آمدند. کدام آدم ها؟ همان آدم های نقابدار به زوری به خانه در آمدن. خانه رو تیتو پریشان کردن. از ترس قریب که میمردیم. زود به خانه بیا، التماس. شما چه حال دارید؟ خوبیم، هممون خوبیم. تنها میترسیم. زود بیا. زود میآیم، حاضر میآیم. این باز کجا رفت؟ ای حافظ، حافظ در کجایی؟ پروا نکن، باز به اینجا می آیم و تو سوالهای زیاده دارم. یک بار جستی ملخک، دو بار جستی، سومین بار ممکن ما نشویم. با غیر امنیت از کسی به تو فایده نیست. امتیازم را استفاده کردم، لیکن چرا دروغ گویم؟ من نور روشنی را دیدم. فریبت به کار نآمد نوانگوشت. آقای دادستان، عملا فریب نبود. مشعل سوزان در دستم بود. یه روزنامه چی حکمت داشته باشد؟ مؤلفش مرد ایون، استخباراتچی مشهور. مرد ایون؟ دوباره شنیده ای؟ نه سردارم. به این هم نمیشنوید. چرا؟ افسوس که سالهای پیش در حبسخانه وفات کرد. وای چه خیل آدم بوده است، هم داستان هم سیر. قهرمان حقیقی داستان، استاد بزرگ، آدم خیلی جسور بود. اساسگزار ارگنیکونی که دنبالش هستید. بگو که سر مار کلان. نه نجیب سردار، نادرست فکر بکنید. مرد ایون زنده می بود، ارگنیکونی که دنبالشان هست دعواگرتان می شود. معلوم می شود که شعر بر این مرد مرده است و کار به دست شما بر این شغالها رسید. با عقل هستی، با عقل. تو اینجا حیف می شوی، حیف. مرده رو یک طرف گذاریمو از امروز گپ زنیم. در آن روزنامه چی است؟ همه چیز هست. از دوره اتحاد تا این جانب سرانجام گروه های در دولت جا گرفته هست. باز دیگر معلومات های لازم هست. مثلا؟ آن کارهایی که به نزدیکی در دولت می شود نوشته شده است. لایحه سال 2011. در این سال انتخابات نیست؟
بله. بله. با شما تنها یک چیز بگویم، انتخابات نشده روزنامه را به دست گیره. میابیم لیکن چخیل ملکه چی شد؟ گپ زن ملکه، چی حال داری؟ چی شد ملکه؟ گپ زن آخر. به خدا که ترسیدیم. یگان چیزی گفتنی ندارم، همه چیز رو دیده ایستاده ای. آقای گید آدم ها به زوری در آمدند. فاتح در کجا؟ گپ زن آخر ملکه، گپ زن. آنها که ها بودند؟ آقای گید فاتح نو خواب رفت، 3 مرد نقاب دار زده در آمدند، چیزی رو گفتند و رفتند. ملکه آنها چی میگفتند؟ نمیدونم، از من چیزی نپرس. شد. آرام باش. به یگان خبر بر اومده میروی، آدمانی نقاب دار به خونه زده میدرویند، زنگ میزنم نمیبرداری، باز میگوی که آرام باشم. چه خیل آرام باشم؟ چه خیل؟ ملکه یک دقیقه ملکه، در کشا میگویم ملکه، من همش را با تو میفهمانم ملکه، کشا در را التماس میکنم. به دستم ملکه در را میکشا یا نه؟ برای روزنامه رو دادن به طرف ساحل رفتی، همین خیل نه؟ فکر کردی که بر مقابل آن تو رو آزاد میکنند؟ البته در وعدهشان نایستادند. روزنامه رو که گرفتند پس یک تیر در سرت میزنند. اکنون به ما بگو آنها کیها بودند؟ نجیب سردار، من بسیار گپ زدم، هوایش تنگ است، کاش که یگان راهی بر آمدن باشد. معلوم میشود که داد و گریفت میخواهی. این دفعه باور دارم که دست بگیریم، باوری دارم که پیکس و حیاتشان را دانستن میخواهید. نجیب حتی دانستن مرز تو را خیلی به هیجان میآورد. این مرز کی است؟ بگو. حقم را ناگرفته نمی شود، شرط هایم را به جا آورد بلبل می شوم. و شما تا پگاه مهلت. ملکه آخر من از کجا میدونستم که چنین حادثه میشود؟ مالش سخت ترسیدی، میفهمم قرد آمده است، تو حقی میدانم، بیا در کشا. وعده دادی که نگهبانمون میشوی. خیر مرا یک طرف گذار، لیکن اگر فاتح رو میبردن چیکار میکردی؟ این کار تو رو خیلی ایواز کردی گید. دایمو به کجای غیب میزنی؟ این چه خیل کار است نمیفهمم. این خانه، این ماشین. تو از من چیزی رو پنهان میکنی؟ از تو چرا پنهان میکنم؟ بیا در کشا، روبرو شویم. کشا این در را. یک روی نکن دیگر آخر. گوش کن مرا، گوش کن ملکه. سرده گوش کن. دستم درد کرد، سرده آخر. مرا ببخش. شین تو داروهایت را استفاده میبری؟ بار آخرین کی مرهم بسته بودی؟ یگید التماس دیگر نگو که نگهبانمون هستی. برای اون که تو این رو فهمی باید به خونه زده درآیند. ها؟ ببخش مرا، ببخشید که به سر شما این بلا را آوردم. عذر پرسی را مان یگید، حل مسئله رو بین. همانها به خانه پدرت آمده بودند؟ بله، باز همون روزنامه رو پرسیدند. این روزنامه وجود دارد؟ باشد هم در من نیست، میدانی ممکن اینجا برای تو آمده باشند. چرا چون این سخن میگویی؟ من حیات عادی میگذرانم، کارهای پنهانی تو میکنی و گناهکار که میشود من ملکه. چرا؟ زیرا تنها برای پدرش. گوش کن، گناهکار نمیکنم ملکه، مرا نادرست میفهمی. تنها میخواهم مقصد آن آدم ها را فهمم. تو درک نمیکنی، لیکن همه وقت چیکار میکنی؟ مرا گناهکار میکنی. حیاتمون رو در خطر گذاشتی، نمیفهمی؟ التماس بگو از من چی پنهان میکنی؟ من از تو چیزی پنهان نمیکنم ملکه.
چیست؟ این چیست؟ با من ده. روزنامه همین است. با من ده. سرده ملکه، سرده. خدایا ملکه خواهش میکنم. سرده. ای ملکه، دفتری کاریم. گیر چقدری که میخواهی بین. مرحمت. خواهشت رو میبینیم. خود حاضر در حجره مخصوص جا میکنیم. این رو همچون نیت خوب داشتنتون قبول میکنم. نو انگشته خودت رو احتیاط کن. تحت محافظانی اکنون معتبر شده. مرحمت. در مسئله دادگریخت چی میگویی؟ از من پرسید، در کار نیست میگویم. دقیق و عمیق میدانم که مرس این یگیتی خودمان میباشد. دانستن ما هیچی را تغییر نمیدهد. مهم دانستن سودیه است. صحیفه های این خالی است. نه خود که تو با گفته ای من باور نمیکنی. دفتر است برای کار، یادداشت نویسی. یک دفتر. این چیست؟ نمیبینی مگر کاغذی خالی؟ خوش کنی. با من ده گفتم کنجکاویت رو بس کنه. با من ده. گوش کن یگید، اگر روزنامه در تو باشد و آن را به من ندهی، حیاتمان را در خطر میگذاری. میفهمی؟ باور کن، نه خود از برای یک روزنامه که نمیدونم چی هست هم حیات تو را و هم حیات فاتح را در زیر خطر گذارم. با من یک لحظه اجازت. لبی میدونیم که روزنامه در دستتون. اگر خواهی که به همسر و فرزندت ضرر نرسد اون رو به ما بده. شما کی هستید احمقها؟ شما کی هستید میگویم؟ بسیار مگو. یگید روزنامه رو ده. بیاید و گیرید احمقها، یا خواهید من خودم بوده میدهم. انا این آنها بودند. میدونم باز میآیند. پروا نکن. حاضر از شرکت دو آدم اینجا میمانم. پرنده هم پر زدن نمیتواند به اینجا. با چشمم نگاه کرده دروغ میگوید. روزنامه در دستش نبوده است. سردار پیکاس آمد. شما را دیدن میخواهد. درآید. مرحمت. سردارم خیلی غمگینم. در اصل برای اینجا آمدن شرم میکنم. روزنامه را نگرفته. نهان گشته در دست پلیس. بله سردارم، افسوس. میدانی چی؟ داربازان تنها یک جای ترس دارند. ترسیان که از بالا نافتند. نهان گشته امروز هست، پگاه نیست. مهم روزنامه است. بچه ها خانه یگید زده در آمدند. البته که از خانه نیافتند. افسوس سردارم، یگید حالا هم در مسئله اطاعت کمبودی ها دارد. باشد. مهم ایکته با یگید وان نخورد. باقی مهم نیست. مار را در دست نگاه داریم، اما از حد زیاد پخش نکنیم. گوش کنید. چشمانتان را نپوشیده نظارت را سخت کنید. اگر مبادا آنها بیایند تأخیر نکرده پرانید. فهمیدید؟ هوشیار باشید. فهمو سردار. اگر یگان گپی شود حتما به من زنگ زنید، خبر دهید. فهمو آقای یگید. اگر بیایند نپوشیده پرانید. خواطر نشد. پدرت سری هر دویمان رو در بلا میگذارد فاتح. با کارهای پنهانی مشغول است. من از خودم دیده به کودک میده دلم میسوزد. انا اکنون شما بخطرید. من نباشم هم 24 ساعت نوبتداری میکنم.
و دیگر کسی به خانه نزدیک نمی شود. امیدوارم که گفته تو می شود یکیت. тамошобинони муҳтарам, таслимшавии пайравони созмон сабаби ба похезии тамоми пайравон гардидааст. امدو با این کار چه میگویی؟ سردارم بندهای بسته‌اشون رو به خواست خودشون کشیدن میگیرن و باز بالای نان خود روغن میریزند. از لختک شدن این دست دیگران بیزار نشدند. لختک با صد روز این رو در کوه کرده باشند، فقط در شهر میکنند. ممدو لایحه سال 2011 البته همین باید باشد. با دقت باید باشیم. این رانو باز چی کار دارد؟ یک بینم کو. مرحمت به دسترخوان خوراک تیار شد. بیا دخترم. کنی بینیم تو باز چی کفت و کب داری؟ امشب در تلویزیون یک برنامه جدی بحثناک می شود. برای آن خبر تیار میکنم. کیها؟ چی رو بحث میکنند؟ کایامینیک و تاریخ شناس زبان انسرجیان مسئله ارمنی ها رو بحث میکنند. این تاریخ شناس شهروند ترکیه نیست؟ او نویسنده صلح هست. دعواهای ملتگرایی رو باطل میداند. چرا خندیدی؟ گفتنیم که از افتش بین من و تو یک دیگر فهمی میشده است. اپای رانو اکای میندو خوراک تیار. بیا. کاش که ملکه و ایگید را هم فریاد میکردید. پس از خوراک ما را به چای نوشی دعوت کرده است. گفتم اونا من نمیروم. توبه، تو رو کسی دعوت هم نکرده است. ما زنها میشینیم. همین تک نه اپا. مایلش من شما رو میبرم. کنی خورمایده چه؟ تو چرا نمیخوری؟ نمیدانم، اشتها ندارم. اگر خیزم ملال نمیشوید. یا اینکه به تو معقول نشد. نه همش آل جناب است. دستت دردان نبیند. یگید این خیل نمی شود. نفهمیدم. پس از اویل دوشوی همچنین احوال می شود. من خوراک میپزم، تو یک قاشقم نخورده خاموشانه خسته میروی. همین طور برای همین تکلیف اویل دوشوی کردی؟ البته که نه. برای حادثه امروز غمگینم. حیات تو و فاتح را در خطر مانندم. حالا که با قیمتترین عزیزانم، قدردانهایم در یک جا هستم، دیگر چیزی نمیخواهم. میدونم با چی کار آواری. پدر، میدانم که تو زنده ای. پدر این چیو میگوید؟ میدانم که یک نشانه کافی است که من تو را یابم. تو اینجا چیکار میکنی؟ من چای موندم. گفتم که با تو چای بیارم. نه من یک کاری تجلیلی دارم. در شرکت کاری برآمده است. باید که روم. یعنی میروی؟ در پیشت محافظانند. دیگر جای ترس نیست و من هم زود میآیم. اپای هنر میآیند. شاید اکای نجیب هم آیند. مرا ببخش، به خدا که باید روم. ایست الپرم. من در پیش میشینم. الپرم در عقیب. هوا خنک شده است. اپای هنر لبای دستتون درد رو نبیند. خوراک مثل همیشه با مزه. او شود تو هم بیا میمدو. نه اپا کارم هست. به این هم باید حبس خونه رویم. مایلش شب بخیر. خوش باشه. زود باشد اینجا در عقیب. رانو هر دو تنها یک قهوه نوشیم ها؟ نمیدونم. یک نقشه کاری هم رو بینم گفتم. لیکن تو هم
مایلش برای تو رد نمیکنم. نجیب چی شد؟ باز چی در فکرت آمد؟ مسئله زخمی شدنی دستی ملیکه. در اونجا پلیسی نکن. یکی از این حادثه خبر داره؟ ها میدونم، به او هم گفتم. چی فکر داری نجیب؟ هیچ چیز. بیا آنها رو انتظار نکنیم. کو ببینیم تو زنده ای یا اینکه مرده ای. پس از 2 ساعت آمده میگیرم. مایلش پیش از آمدن زنگ زنید، ما میبراییم. مایلش فرایید بچه ها. خونه رو بینید؟ خدای تو باز افتش یکیت با چشمی تور ننشان گرفته است. با کجا؟ با زیارتی ملیکه خانم آمدیم. شما کیستید؟ آها دیگه که تو خودت کی هستی ها؟ بخیر است؟ ما مسئولان به خطریم. این را گرفت. من باشم مسئول امنیت کشور هستم. کنه کانشی نوشته شده است. شد مهمون های ما هستند. ببخشید ملکه خانم. ما رو ببخشید. خواهش میکنم که گذارید. گذر جانم. مرحمت اکای نجیب. خوش آمدید. اینقدر خوش آمدید. خونمون معقول شد؟ خوش آمدید. مرحمت. بخیر است ملیکه؟ در نزد در محافظ خانه رو مثل قصر سفید کرده. نپرسید. دیروز به خانه همسایه دوست در اومد. یکی هم خواطر شد. محافظ گرفته آورد. حاضر یکی در کجاست؟ کاری تجلیه بر اومد. به شرکت رفت. چی شد؟ روز این کار آنه کرده؟ انشالله فردا هنیق میکنه. انشالله. اکای نجیب چینید؟ چرا راستی سودایید؟ نه تشکر. ممدو انتظار است. کارها کمی زیاد. مایلش خیر نباشد. مرحمت. بذارید. اپای هنرین چیست؟ بدو لباس عروسی هم رو آوردم. یک ببین برایت معقول می شود. تشکر زیاد. زحمت کشیدید. قلیبکیان بینی پوشیده بین. التماس پوش. رفته مثلا یک پوشیده بین. مایلش. اکنون آرام شدم. اکنون میدانم که تو زنده هستی.
یگان چیز به مثل دیدار مفهوم ندارد و نمی شود. امروز قرار دادیم که به قطار مرده ها می دراییم، تگ خاک می رویم، زیرا فکر آیله امان را می کنیم. اکثرمان آیله داریم، بعضی هایمان کودک داریم. از فردا آیله هایمان ما را مرده می حسابند. از این پس هممان برای وطن مرده های زنده هستیم. در حقیقت کشتی ها را سوزانده اند. کار اولینم پگاه برای بچه‌ام آیله یافتن است. اگر بچه من بودنش را داند، حیاتش در زیر خطر می شود. بچه‌ام، فراموش نکن که این را برای تو و وطن می کنم. تو را دوست می دارم. اگر زنده باشه تو را حتما می یابم. با بهای جان باشد هم می یابم. پدر جان. از آقای دادستان خبری رسید؟ گوش کن، شرطهای نوانگشته را قبول میکنیم. باز شب و شب اینجا آمدیم. بخیر باشد. بیا. به طوری که همین شب قسم میخورم که تو را حتما مییابم. شرط هایی که اگرچه دشواری آورد قبول کردیم. در یک خانه مخصوصی به خطری می ایستید. کسی هم جایتان را نمی یابد. خیلی خوب. حاضر نوبتی تو؟ پیکس را می شناسم. نام اصلیش قبیله شاهین. دیگرش مرز گفتی؟ کیست؟ نزدیک شو سردار، نزدیک. فریب خوردن چه خیلی است؟ دوست نمی دارم، اما فریب خوردنم بهتر. اگر تو را آدمی نزدیکت فریب دهد چی؟ برای او غمگین می کردم. دوستی کند دشمن نمی شود. دروغ بوده است. مرز یگیت است. جورا جون، در روز سود این رو میگویی؟ شرط هایم رو بجا آورید. در روز سود برایتان سرود میخوانم. ای گیت، هم خودت رو سوزاندی و هم مرا.
شاگرد دارم. تشکر اپا. اپا ملیکا هولو هم نبرمادن. لباس عروسی میپوشد آسان است مگر؟ کنی یک من بینم. ملیکا زودتر برای تو رو بینیم کنی؟ ملیکا زودتر برو ملیکا. قدر زیبا. وای. اپا ملیکا اینقدر باش مزیبیده است. خیلی زیبا شده ای. چشم نرسد ملیکا. خوش چخیر؟ با من زیبید؟ کمی اینجایش رو دراز میکنیم، کمی دیگر میانش رو تنگ میکنیم، بعد تمام. اپا ملیکا خیلی اینجا عجیب ما میشود. شده. مودش هم خیلی زیبا است. بله. روحی پیشی ندارد. من خودم رو در آینه بینم. در اینجا یک مود هست. با فکرم مود مثل همون ملیکا. بهتر. بیا بین، نشان میدیم. خیلی زیبا میشود به خدا. خوش آمدید آقایگی. سلامت باشید. مهمان ها رفتن؟ در خانه هم. تو اینقدر زیبا شده ای. هنرپم یک سنجم گفته لباس عروسی خودشون رو آوردن. من از مودش نگرانم. تو چی فکر داری؟ در درونش تو باشی کفایه است. من چای رو دم کرده میارم. یکی آمد است. ملیکا یکی اومد. در جا چین کارشین اینجا. مونید آنها صحبت کنند. اوف عجب با چی گفته ایستاده باشند؟ مگر این کار شماست؟ با شما چی؟ بیا رفتیم بینیم. رفتیم خدایا اینها رو بین. باز تابت خیره چی شد؟ نه کمی خستم دیگر هیچ. کنی بینیم؟ چرا همه جایت پر از چنگ و خاک؟ چنگ و خاک؟ من دقت هم ندادم. رفتیم. تو از کجا آمدی؟ من حاضر از خبرکنی آمدم. مرا مسخره میکنی؟ من جدی میپرسم. چرخی ماشینم کفید، من آن رو عوض کردم. تو رو چیزی ناراحت میکند؟ پروا نکن، بعد گپ میزنیم. یگید بین باز همون کارو کرده ایستاده ای. دردت رو به من نمیگویی. اگر همین غیل شود من این لباس رو میبرارم. یگید التماس بگو. تو رو با چنین تب دیده نمیتوانم. اگر من چنین رفتار کنم من خاموش استم. دائم چشمم رو گریزانم. تو چی فکر میکنی ها؟ پدرم. چی پدرت؟ به فکرم زنده است. زنده است؟ یکی تو جدی میگویی؟ از پدرم بعضی نشانه ها پیدا شدند. یک دقیقه. چه خیلی پدری اصلی؟ تو چی گفتنی هستی؟ آن میزده پدری من نبوده است. پس پدری تو کی بوده است؟ نمیدانم. من هم همین را فهمیدن میخواهم. پس زنده بودن او را از کجا میدانی؟ میدانم آخر. و شهربانهای شب خیر باد. او ملکه خانم، میبینم که بر وقت آماده شدید. هم گریه میکنم و هم میروم. نه تنها مشق داریم. اکای نجیب این لباس عروسی رو یاد دارید؟ فراموش کردن غیر امکان. بسرم چی که آمد از روی همین بود. آدمان ما کجاست؟ اپای هنر اکای نجیب آمدند. میرویم زنک. تیزتر شوید. میلش من کودک ها را گیرم میرویم.
سردارم به درون درآید. نه دیر شده است. به این هم مانده شدیم. بخیر؟ کارهایتان زیاد البته. نوانگوشته را در حبسخانه یک زیارت کردیم. برای بازپرسی؟ نه نرد بازی کردیم. یک مرسی و یک برابر. چخیل ارمنی ها سر کردند. این روی راست شرطنامه ثور را از نو کردن است. قر اردهان ارزروم را از دست دادن است. این را ارمنستان خواب می‌بیند. من همچون ارمنی شهروند ترکیه گفته‌های محترم کایا مینیگ را قبول نمی‌کنم. برنامه را تماشا داری؟ تماشا دارم. مینیگ که ما باز آمیخته می‌کند. 72 میلیون اهالی جمهوری ترکیه و 3 میلیون ارمنی ها میترسند مگر؟ نه برعکس. مقصد جوانان ایران در دانشگاه استانبول خواندن است. گپ را دیگر طرف نبر، موضوع را دیگر نکن. هر یک ارمنی هم اعضای تشنک است و هم ملتچگی ارمنی دارد. بازمی محکم بودن سرحد بین کشور در ارمنستان مالهای ترک در فروش است، لیکن مال از خاک ایران می‌دراید. نمیدونم اهمیت کشادن سرحد را فهمیده توانستم یا نه. گوش کنید، من روی اصلی کار را برایتان بگویم. خریطه ترکیه را در پیشتان مانید و از سامسون تا اسکندرون یک خط کشید و آن را به دو تقسیم کنید. پایان کردستان، بالا ارمنستان. گپ تمام. اینها ترسی شماست. 50 سال است که با این افسانه خلق را فریب کردید. انصار جان، اول تو اعتراف کن. چی رو باید اعتراف کنم؟ نزد 70 میلیون اهالی اعضای سازمان تروریستی اصل بودنت را، وگرنه من دیگر راه را میدانم. رو برایت کودک نیست، یک تاریخ نیم عصر است. رو برای تاریخ ایستاده است. ماو شده بر مقابل مینیگ امتیازی نداری. اول کایا مینیگ دعواهای سازمان تروریستی ارگنکام را شرح دهد. مرا در کشور 50 سال است که سود میکنم. بعد این دعواها را کتاب کرده میفروشم، سرمایه جمع میکنم، از این دوری نمیجویم. بر این آدم توصیه میدم که هر چه زودتر کشور را ترک کند. اگر ترک نکنم ما را هم قتل میکنید. مینی که ما عصبی این مرد را تگوتار کرد. خیریت که از یک طرفیم، وگرنه مجبور بودیم که قتل کنیم. گویا که باری هم نکرده پیکاس. در اصل من به تو یک سخنه باید بگویم. پگاه یک مهمان عالی قدر می آید. و کیست؟ آدم رقم یکی دیاسپورای ارمنان لبنان، اراد کیرکاریان. برای چی می آید؟ میدانی دیاسپورا هم مثل ما از این کار ناراحت است. دیاسپورایی که دشمنی نکند از آن چی فایده؟ یک جای یک نقشه کلان می سازیم. برای همین می خواهم که پیشوازی عالی درجه کنید. یکیت را روان کن. اطاعت سردارم. ما تیاریم. پیش از عروس شدن باز یک بار دیگر مشق میکنیم. تستار نکاح شوم. اپای ملیکا رو در لباس عروسی بینیم. چه گفت میخوام محافظان رو باز از اون کس میترسیم؟ سردارم من که از آن چیزی که با چشمم میبینم ترسیدم. اگر در اون تر پنهان شده باشد و از چشمت گریخته باشد چی؟ سردارم با این شما چی گفتنی هستید؟ چیزی که گفتنی باشد آشکار گوید آخر. اینقدر بسیار گپ نزنید. نجیب دیر شد. کودک ها پگاه درس میروند. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. بگید کاری اکای نجیب هم خوب نیست. چرا اینقدر به تو این سخنها رو روا میبینند؟ از برش دور شدنم را تحمل کرده نمیتواند. آنها نباشند من هستم. دائم در برت میشوم. تنها به من باور کن. دردت رو به من بگو. من هم دانم. سالهای دراز مرد میزده مرا عذاب داد. همه گونه اذیت را از او دیدم. اکنون همه آن را فراموش کردنی بودم. ماجرا باز از نو آغاز شد. چی که گویی حق هستی؟ پس او رو جستجو میکنی؟ بله، او را کافته میابم. بیا فاتی هم در خانه تنها ماند. معلوم شد که مرد بین زنده است. طرفی ما باید این را داند. بیا ملیکا، چرا نمیدارایی؟ آمدم جانم، آمدم.
اپای هنر نیستن؟ با کودک‌ها به مکتب رفتند. مجلس بوده است. دیشب به خونه آقای یگید رفتید؟ رفتیم. تو حالا 2 کلمه رو پیوست کردن نمیتوانیم. مردم باشند خانه رو جا بجا کردن، حتی مشق لباس پوشی کردند. فهمیدی؟ برای تو هم لباس عروسی گیریم، یک پرپرکی زیبا. تو اول 2 کلمه رو یک جا میکنی، تو تکلیف میکنی که لباس پرپرک پرپر میشود. این قوطی چی؟ سردارم مخصوص طلب کرد. رانو که پرسید نگو که نکفت. حاضر با همین به سرت چنون میزنم که سرت 2 پاره میشود. فهمیدی؟ دستور سردار هست. خوش آمدیم امدو. خوش باشه سردارم. مرحمت سردار. انا میخیل ریز از دست یک چای نوشیم رانا خانم. ببخشید من دیر کردم، باید روم. احوالاتون چخیل؟ به خدا دینا با او گفتم که همین خیل همون خیل. پس او هم گفت که این خیل باشد اون خیل می شود. خیر همین خیل سردارم. گوش کن، فیلسوف چی گفته است؟ آیله دار شوید زنت خوب باشد خرسند و اگر نه فیلسوف می شوید. فیلسوف شدن آسان، اما من اونقدر ریش ندارم سردارم. سردارم این قوطی با کی می رود؟ امروز یک سیاحتی کهکشان برایم میگویم. مارس و نپتون رو یک بینم چی گپ است. یعنی زیارت یگید می روید؟ رفته در مقامش زیارت کنیم. آقای گید کوبیلای اومد، انتظار است. زود قبول کنید، زودتر. مرحمت جناب. چخیر شیر بچه خوب هستی؟ خدایا این چه خوشبختی است. بیا. چرا خاطرت پریشون؟ نپرس، دیوانه ها به خانه هجوم کردند. کی؟ ای کته باشد؟ نمیدانم. خانه در آمده روزنامه کافتند ابله ها. این چخیل می شود. فروغ را گرفتن و حاضر خانه او در آمدند. تو از کجا میدانی که این کاری آنهاست؟ دیگر این کار را کی میکند؟ اگر آنها باشند یک یافته نابودشان میکنم. آن وقت میفهمند که ترساندن زن و کودک چی عاقبت دارد. کار را حل میکنیم، سراغ پنهان شدهش را میابیم، لیکن حاضر کاری عاجل داریم. امروز مهمان گرامی میآید، میخوام که پیشواز گیری. پیشواز میگیریم؟ کی بودند آنها؟ آدم رقم یکی دیاسپوره ارمنی ها میآید، پیشواز گرفته به مرکز پیسگار میبری. شد حل میکنیم. در پیش عملیات ها و دیگر کارها قرار دارد. عملیات ها را تو راهبری میکنی. ما با دیاسپوره ارمنی ها چی ارتباطی داریم؟ نزدیکی آمدید؟ با آقای گدوا میخوردم. مرحمت. یگید کارهای غیر انتظار شده ایستاده است. اینها خون شهیدان را فراموش کرده بغل کشاده‌اند. بغلشان را با تیر پر میکنم و دیگر به کسی بغل نخواهند کشاد. این بسنده نیست. درها را به ارمنی ها میکشاییم و با برادران آذریمون قهر میکنیم. مسئله قره‌باغ را میبینیم. برای همین با دیاسپورا گفتگو میکنیم. این چگونه بازی هست نمیفهمم. هم از کشادن سرحد با ارمنی ها ناراحت میشویم و هم از برای داد و گریفت با دیاسپورا یک جا می نشینیم. همین خیر؟ با این راه در کشاده را محکم میکنیم. در این شرطنامه دیاسپورا مثل ما ناراضی است. مرحمت. با آقای گدوا خورم. میبخشید شما کی؟
نجیب الماس. یک لحظه شما انتظار شوید. آقای گید، نجیب ایلماز اومدن. شما رو دیدن میخواهند. آقای گید. آقای گید. مرحمت درآیند. فهمو. مرحمت. ناراحت نکردم آخر؟ سردارم اینطور نگویید. در ما برای شما همیشه باز است. این برای تو. سردارم چرا زحمت کشیدید؟ مرحمت کنید. مرحمت شناس شوید. راهبر من آقای کوبیلای. خیلی خوب. نجیب الماس. مرحمت کنید. من هم خیلی شادم. مرحمت. گفتم یک زیارتی دادر کنم و باز برای جای کاری نوش تبریک کنم. چی فرمایم، چای یا قهوه؟ یک چای دم انداخته. عمل خانم با ما 3 چای بیارید و یکیش دم انداخته باشد. خوب شده سردار. سیمای شما برایم شناس می نماید. انسان جفت خلق شده است میگویند. ممکن مانند کرده ای. باز محافظان آمدند. از اینجا چی خیلی برایم؟ آخر حتما باید او رو بینم. سلام آقای آرهان. حاضر در یک مجلس مهمی هستم. برآمدم به شما زنگ میزنم. التماس تلفنت را خاموش نکن. این خیلی مهم است. مرا ببخشید. خدای توبه خاموش کرد. باید نزد پیسگار روم. لیکن اول از اینجا باید برایم. خوب شما رهبر یگید هستید. من هم یک مراغ ظاهر کردم. کی باشد به یگید این خیلی لباس و ماشین میداده باشد؟ از حساب شما صاحب جا و موقع شد. این خیلی آدمی با استعداد و موفق را کی سردار نمی کند؟ شما به چی کار مشغولید؟ من سردار شعبه امنیت هستم. مبارزه بر ضد ترور. اوه سردارم صفتان را عوض کردید. یگید ما دایم یک خیل هستیم. حالا هم در نزد مردم هستیم. وظیفه طلب کند پلیس راه هم میشوم. من هم شرکت محافظی تشکیل کردم و سردار میکفتم. آقای یگید را توصیه دادن و فکرم هم مسلک بودید. نه تنها شناس هستیم، حتی اکا و دادر هستیم، مثل برادر. حالا هم کاری نوتان به شما معقول شد؟ همین شرکت های نوی محافظ را هیچ نفهمیدم. دولت به خود پلیس و امنیت دارد. معلوم می شود که بسنده نبوده است و باز جایهایی هستند که پلیس را دیدن نمیخواهند. عجایبات کار همین که هزارها نفر شده اید. همتون یک جا شوید، یک ارتش می شوید. لباس ها، تیر و تفنگ و غیره. می ترسی که بیکار میمانی؟ چرا ترسم؟ پیش وقت سگ های پاسبان بودند. آنها باید ترسند. هدیه را نمیکشویی؟ میکشویم. سردارم این چیست؟ این را خودتان ایجاد کردید؟ من ایجاد نکردم. دیدم معقول کردم و باز فرهنگ عمومی دارد. برای مثال چخیلی که ما نظام عصب داریم و غیر ما هم به خود نظام خاصی هست، نظام آفتاب. سردارم شما ما را خواننده صنف 5 گمان کردید. التماس دوام دهید. شخصا دقت مرا جلب کرد. سیاره آفتاب به همه معلوم قیمت ترین چیز. بیهوده اهل قلب نگفته است. قیمت آفتاب را دانید. تنها زنده ها را گرم می کند. انا همین برادر. این دنیای ما. بله، بلای سرمان. لیکن دقت مرا دیگر چیز جلب کرد. مرز. میدانی برای چی؟ زیرا با دنیا خیلی مانند است. یعنی احتمالی در مرز حیات بودن است.
سردارم، حیات شاهانه در اینجاست. در مرز چیکار میکنیم؟ نامش را از قصه های یونان گرفتن عجیب است. مرز، خدای مغلوب نشونده. تو مهارت این رو میدانی؟ باور کنید نمیدانم سردارم. من همسر این مرز را هم میدانم. خیلی تحقیقات کرده اید. اعتقادی بود پرستان آخر. باز همسر دارد. اتنا. در علم و فرهنگتان حیران نشدن ناممکن. آقای کوبیلای، نو کار را سر کردیم. انسان چیزی را از خود کند بعد میفهمد که باید چه چیزهایی را آموزد. حتی انسان هایی که هر روز میبینی از سیر و اسرار پورند. صحبت را دوام میدهیم. این مرز بعضا پیکس میکند و دنیا را تحت نظارت میگیرد. مرا ببخشید، کلمه پیکس اصطلاح استرونومی نیست. معذرت میخواهم. مهم نیست. ما چی گفتنتان را خیلی خوب فهمیدیم. چیزی مهم دیگر هم هست. میدونید که بغیر دنیا در دیگر سیاره ها اتمسفر نیست آخر. از این خاطر سایه های آنجا سرد می شود. نه به مثل دنیا بوده. راستی گپ کاری سایه را تمام نکردم، اما تعقیبش دارم. از اینترنت میدیدید یکی یگان چیز میبراید. شخصا من خودم تجربه را انتخاب میکنم. یگان چیز و مثل حیات. معلم شده نمیتواند. انا این رو هم میپوشیم. آفرین به مایدچه من. گریه نکن جونم، گریه نکن. یکیش رو چنین روان کردیم، درکی دیگرش رو هم میابیم. رفتیم مایدچه، رفتیم. بیا فوتی جانی من، رفتیم. شما رو یک لحظه ممکن؟ مرحمت ملکه خانم. فوتی باید به بخچه رود. یکی گفت که از خونه نبرو. یکی اتون فوتی رو به بخچه میبرید؟ البته ملکه خانم. تشکر. شام گرفته میارید؟ فهمم ملکه خانم. خیر. تو هم از سر در اینجا هستی. دلم میسوزد. با تو یگون خوردنی آماده کنم؟ زحمت مکشید ملکه خانم. نه صبر کنید. حاضر در 2 دقیقه تیار میکنم. دولت به چنین پالیس های روشن فکر و با عقل داشتن خیلی و خیلی نیاز دارد. سردارم به هر کاری که دست زدن اول آن را عمیق فکر میکنند. ممکن نجیب زردار بعضی چیزها را نادرست داند. ممکن یک دولتی بزرگ هم لازم باشد. یک دولت به قدر یک ملتش بزرگ شده میتواند. دولت از ملتش چیزی را پنهان نمیدارد. اگر پنهان کند ملت بزرگش مقابل میبرد و میگوید کیست در اینجا. این موضوع را میخواستم دوام دهم، اما کاری تعجیلی دارم. نجیب امیر به من معقول شد یگید. انشالله باز میبینیم. چه دروغ گویم، خون من هم نسبت تو جوش زد. سردارم، برای هدیه تشکر. باور کنید بسیار میخواستم که شما را مهمانداری کنم، اما باور کنید یک کاری عاجلی برآمد. باید روم. میلش نباشد با من اجازت. تو کارهایت را ببین. براحت باش. این رو نوش و بعد به حضور خوب را. تو بیدار نشده من گشته می آیم.
مرحمت آش شود. چرا زحمت کشیدید ملکه خانم؟ یگان چیز میفرمودیم. هیچ گپ نی. تمام که کردی زنگی در رو پخش کن. های استوبان با تو کرسی میبرارم. تشکر. اشتهای توم. سردارم یگید با پیشوازی مهمانان میبراید. من باشم نزد شما میآیم. وا میخورم گفتم اما اینقدر زود انتظار نبودم. دیروز کمی تحقیقات کردم. میدونی درباره کی؟ پیکاس گفتنی شخص میشناسم. یک قهرمان وطن دوستدار است که به وطن خدمت کلان کرده است. از چه سبب باشد که قهرمان‌های کیسه کلان در کشور ما به او رسانید که در بالای سرش مردمی خیلی نجیب است. فراموش نکند. از عقب یک گرگ 40 سگ عکاز نزند آن گرگ نیست. اگر 41 سگ را شنیدنی باشد من میدان و نبرد، لیکن من چشم را نمیترسانم. من در حیات تنها از دو چیز میترسم. یک خداوند، دیگرش باشد تو نیستی. آرام باش. رفتیم. خوبش برده است. دستتون در رو نبیند ملکه خانم. یگان جا میروید؟ نه. آنها کی می آیند؟ 5-10 دقیقه پس با چرخبول می آیند. مایلش. سردار، طبق معلومات گرفته‌ام مهمان مهمی پیسگار از خارج می آیند. کی بوده است وی؟ کی بودنش را هنوز نمیدانیم. پایهای مردم در جایها و رهروان جمعیت‌های اجنبی ها است. کسی که مقصدی ضرر رساندن دارد اول به در آنها می آیند. انتظارش می شویم. دیرتر می فهمیم. عجبا، این مهمان کی بودنش ممکن؟ бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадо, ҳамсадои дили шумо. مینیک دیشب در تلویزیون عجایبات آفریدی. آفریدیم، اما چی شد سردارم؟ اول چون آتشک بودیم، بعد چون آتش اصلی فروزان شدیم. ما کسانی ترسو نیستیم.
چی خیل به زمین یکسان شد کایا؟ ما حالا سخن ما را نگفتیم. پیشنهاد میکنم که ترکیب گروه ما را خیلی با دقت ببینند. دعوای ارگینیکوم دعوای نیست که سبک ببینند. رگ‌های اساسی دولت دیگر شده ایستاده است و حتی ساخت خیمیوی دولت. خواطر مباش، وقتی کمشان مانده است. اکنون روزشان به آخر رسید. زمان پیش از فرانسه یک خرس کلان می آمد و یا برادری می آمد. در شاته نشسته به قرار آمده آن را به دولت تبلیغ می کردیم. این دولت را 30 سال همینطور اداره کردیم. حاضر وضعیت ما را تنگ می کنند. آنها رفتنی هم نیستند. درست است که روزهای بد داریم، لیکن حالا نمرده ایم. با عملی گرداندن لایحه 2011 باز به خود خواهیم آمد و حتی نقشه 2013 برای تغییرات کادری هم همین خدمتت را تکرار خواهی کرد. 2013 با چی مقصد باشد؟ راه به سوی قدم فرماندهی. سلسله 30 سال آینده را ثبت روی خط می نماییم. نقشه همان عملی گردد این کشور را 30 سال دیگر اداره خواهیم کرد. زود باید کار انجام دهیم. من به جای شما یکم قدم را ماندم. امروز آدم رقم 1 دیاسپورا از لبنان می آید. دیاسپورای لبنان گفتید؟ این چی پیشروی بزرگ؟ عالی جناب، محتشم. من کمکتان کنم. مرحمت از این طرف. گذارید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. یاردمچم انجلیکا. خوش آمدید خانم. تشکر. مرحمت. اکی صبح مهمانان آمدند توسط چرخبال. عرد کرکریان. عرد کرکریان بر راه برآمدند. فهمو. شما تعقیب را دوام. خوب شد از اکی صبح. کرکریان از طبقه لبنان. حاضر نقشه ها معلوم شده ایستادن. احتمال است که با پیسگور کار خواهد کرد. سردار ماشین رو تعقیب داریم. با اجازه شما من میرم. با دقت باشید. این آدم ها نقشه خونریزی را آماده میکنند. اول جان خود رو نگاه دارید تا با دیگران فایده رسانید. اطاعت سردار. سردارم، از این زیارت دیاسپورا چه قرض داریم؟ صحبت اطراف مانعی نزدیک شوی دولت‌های ترک و ارمن می شود. همین رو بحث میکنیم. دیاسپوری ارمنی ها کمی از ما قرض دارند. با دشمنی ترک، با دعواهای قتل ارمنی های تمام دنیا را یک جا جمع میکنیم. سرچشمه این کار همین است. کیرکاریان را میشناسی؟ سردارم چرا نشناسم؟ فتنه‌جوی پیشینه نامش اساله. این دشمنی اشدی ترک ها. دشمنمان که باشد پس برای ما دوست حساب می شود.
جناب در همین جاست. حاضر مساعد نیست، کسی را قبول نکنید گفت. خیلی مهم است. مرحمت ملکه خانم. باید که درون برویم. تعجیلا باید بخورم. این ناممکن است. حاضر بخوری مهم است. تو مگر کار هستی؟ گفتم که تعجیلا. مرا ببخشید ملکه خانم، نمیتوانم. گوش کن، میخوای که بزوری به درون درویم؟ شد مایلش گریبانم رو سردید. کجا شدند اینها؟ چرا نه آمدند؟ میبینم خیلی خواطر شدی. بیا. سردار در بیرون شما را خانم انتظار است. پیکاس، تو مسئله را دیده میبرایی؟ البته. سردار مسئله چی است؟ مسئله مهم است میگوید. با اجازت شما. ملکه در اینجا چیکار داری؟ یک خبری مهم دارم. تو میفهمی چیکار کرده ایستاده؟ کمتر پس یگید اینجا میآید. موضوع خیلی مهم است. باید که گپ زنیم. تو را گوش نمیکنم. چی که گویی پروا هم ندارم. پیسگار تو را اینجا بیند میکشد. هر دویمان رو میکشد. زود رو. مایلش میروم، اما حتما زنگ زنید. کارتون رو که تموم کرده زنگ زنید. از اینکه یک چیز مهمی دریافتم. حالا هم همین جایی. به تو گفتم رو. زودتر. شد میبرایم. خدایا توبه. بفرمایید. شما را انتظارم. مرحبا. من نمیدونستم که جوانان ترک اینقدر بونزوکتند. شما حالا بسیار صفتهای ما را نمیدانید. از نزدیک دیدن میخواهم. با جان و دل. مرحبا. روی راست زن را حمایه دارد. حالا ایست. سردارم مهمون ها آمدند. اوه خوش آمدی دوست عزیزم ارد. چشمم براحت چار بود. دوستم پیسگار خیلی شد ندیدم. بله
шинос кунам ёрдамчиам Анжелика. من میدونم که بر زنهای زیبا مایل داری، لیکن چونین زنی زیبا به هممان خطرناک است. شناس شو کایا مینیک، متخصصی استراتژی ما. از شناسای خیلی شادم. مرحمت. تشکر. شما حالا هم اینجایید؟ آقای یکی در درون است. هر وقت برآمدنش ممکن. تو با پیکاس با نخورم، به هیچ کجا نمیروم. با شما گفتن که از اینجا روید. یک روی نکنید. رفته به او بگو که اتنا در برای مرد ایوین خبری مهمی آورده است. زودتر. شد در اینجا نایستید. مرحمت. در آن اتاق انتظار شوید. دیگر چیکار کردنم رو با من مگو. رفت گفتم. فهما. سفرتان چی خیلی گذشت؟ خیلی خوب. خیلی شد به استانبول نامده بودم. خیلی دیگر شده است. بیا. سردار اتنا حالا هم اینجا میگوید که تا تو را نبینم به هیچ کجا نمیروم. در بیرون شما را انتظار است. کار کرده او را روان کن. درباره مرد ایوین گفتنی است. مرد ایوین. با اجازت شما سردار. در کجاست؟ در آن اتاق. با من چنان خبری بگو که کلد رو در همینجا نکنم. کنی بگو چی بود از درباره مرد ایوین؟ تو اول با من بگو که زنی که در نزدیکیت است کی است؟ برای پرسیدن همین آمدی؟ با تو یک امتیازی دیگر میدیم. نازت از حدی بد گذشت. حاضر چی که میگویی بگو. کیست اون زنی که در بریگیت است؟ اتینا تو مرا دیوانه کردی. با آدمی که آیله‌دار نمیشوم میگفتی رشک را سر کردی. اگر رشک میکرده باشی به خانه رو. تو ندانم که این زن کیست. از اینجا به هیچ کجا نمیروم. خبری مهمم رو هم برایت نمیگویم. یاردمچی مهمان عالی قدرمان دیگه آنها را پیشواز گرفته به اینجا آورد. همش همین. یکی دست اتاق بر اومد. تو زود به این طرف گذر زودتر. چه شد؟ برای چی از مجلس برآمدی؟ عقیده من را ویران میکند. من آدمی عملیم. انتظار شو، من حاضر می آیم. تمام. میلش. برای گوش کردن رشک تو وقت جدا نمی کنم. درباره مرد ایوین چی فهمیدید بگو. مرد ایوین زنده است. تو چی گفتی؟ با گفتی یکیت مرد ایوین زنده است. ناممکن. تو نادرست شنیده ای. گفت که پدری اصلی هم زنده است. فکر میکنم که از روزنامه چیزی را خونده است. زود به تو خبر دهم گفتم، اما تلفنت رو خاموش کردی. من هم مجبور شدم که به اینجا بیایم. اگر به گفتی تو باشم پس در حقیقت کاری بیزیب. اکنون چی کار میکنیم؟ زود به سردار خبر میدیم. تو همینجا باش. در اینجا کارم افتاد. تو میتوانی روی. شد فهمیدم. روزت بخیر. با تو هم.
دستگاه رسمگیری و پرتو جمع کنی. عجیب. از حافظش رسم ها را میتوانی گیری؟ رسم ها را با سردار روان میکنم. خواطر مشو. بهترش از اینجا ریم کسی ما را نبیند. شنیده هایم درست است اتنا؟ بله سردار. گوش کن، این خبری دادت خیلی مهم است. نادرست نفهمیده یا خیر؟ نه سردارم، دقیق است. اگر ذره شبهه می داشتم اینجا اومده خودم را و دعوا رو در خطر نمی گذاشتم. مرد وین زنده است. او را کشته بودیم؟ معلوم که نکشته ای. از این چخیل مطمئن باید شد. ممکن یگید هم نادرست فهمیده باشد. نه، تو نادرست فکر میکنی. برای زنده بودن مردی وین دلیل با قوت دارم. اون دلیل چی بوده است؟ ایکاته. ایکاته؟ تو چی فکر کردی پیکاس؟ ایکاته البته سالهای دراز بینیشان را از تک خاک نبرآوردند. حاضر از خاک برآمده گوشت میگیرند. این کاری 3-4 کودک ایدئالیست ها از روزی که برآمدند فکر دارم در این کار شکست خورده هست. بله، مرد ایون زنده است. سردارم، رسمایی که اکای ثابت روان کرده است. کنی نشانده. مرحمت. این عرد کیرکوریان، یکی از دشمنان اشدی رقم یکی تاریخی ترکان است. چی کار کنیم سردارم؟ اگر خواهید آن را از بین برداریم. نمیشود. نمیخواهیم که سبب ناتیجی بین المللی شود. از همه مهم امانت را به نجیب یلمز دهیم. انتظار قانون شدن برای همه خوب است. اگر خواهید معلومات را تقسیم کنیم. درست است. هستی عرد را داند خوب میشود. حتما در دست او معلومات هم رسیده است. سازمان به حرکت درآید به سر کشور بلای بین المللی میریزد. مقصدشان همین است. ما پیش از آنها حرکت میکنیم. برای پاینده ماندن صلح کشورهای ترک ارمن از دستمان آماده را میکنیم. با ثابت بگو تا به نجیب سردار اعتبار گیرد. اطاعت سردارم. این کودک کجا گم شد؟ اگر پرتوگاه را کافتن میخواهی من به تو کمک میکنم. برای صحبت چی فکر داری؟ گشکر مرا ثابت هستی مابت هستی تو شر نمیکنه که به خانه در آمده کودک های خردسال و مسئوم و زن های مشتی پر را میترسانی ها؟ تو ما را با دیگران آمیخته کرده ای به فکرم. ما این خیل کارها را نمیکنیم. باوری ندارم. حالا خوب شناس نشده ایم. فرصتش که رسید بعد از نزدیک شناس میشویم. کنی هیکن مرشد را. هیکن با کجا میرویم؟ به یک جای بی سر و صدا. تو میدانی که آدم هایی که به دست من میافتن بسیار داد و فیغان میکنن. مردم را ناراحت نمیکنن. آنچه که تو میخواهی با ما دخل ندارد. گب نزن هیکن. سردارم چیکار میکنیم؟ معلوم که مردی وین دنبالم میشود. حتی بر وقت سر کرده است. او ما را نیافتم ما او را میابیم. بعد چی؟ سردارم این وظیفه را از شما طلب میکنم. اجازت دید با دستان خود بوقی کنم. حالا در کجا بودنش را نمیدانیم.
аввал ӯро бояд ёфт. илтимос ин корро ба ман супоред. чӣ хел ӯро меёбӣ? ба ягит зани бовафо мешавам. ӯ падарашро меҷӯяду ман аз ӯ дур намешавам. сардорам, мард ивен ки ёфт шуд шарафи куштани ӯро ба касе намегузорам. ман як нақшаи хубтаре дорам. фикри хубтар чӣ будааст? мард ивенро ягит мекушад. ҳамин аст фикри хуб? бале, фикри хуб аст. ҳатто олиҷаноб. фикр кунед, нақшаи куштори падарро бо дасти писар. куштори падар бо дасти фарзанд? шайтон аз ту гила мекунад. шунидӣ, пикас? фикри куштори падар бо дасти фарзанд ҳатто ба хаёламон наёмад. лекин ӯ инро ба осонӣ гуфт. инро дохӣ мегӯянд. Кондитерская фабрика «Ата» – крупнейшее предприятие Кыргызстана. Ее продукция, благодаря отличному вкусу, приятному внешнему виду и приемлемым ценам, смогла быстро завоевать любовь потребителей. «Ата» – самое сладкое удовольствие.